سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به کانال بیتورا. اینجا جایی که کلی چیز جدید قرار با هم دیگه یاد بگیریم. پس حتما سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن تا اولین نفر باشی که ویدیوها رو میبینه. بریم سراغ آموزش امروز. خب این وسیله که اینجا میبینید به نام بردبرد هست. بردبرد در واقع یه برد پلاستیکیه که بدون اینکه ما مدارهای الکترونیکیمون نیاز به لحیمکاری داشته باشه روی اون پیاده سازی میکنیم. بردبرد 3 سایز داره: سایز کوچک، متوسط و بزرگ که اینجا سایز بزرگش رو مشاهده میکنیم. بردبرد یه مدار داخلی خیلی مهم داره که ما در تمام طول آزمایشگاه مدار از اون استفاده میکنیم. 5 قسمت داره: قسمت بالایی، قسمت پایینی، قسمت‌های وسط و یک نوار سفید رنگ که قسمت‌های وسط رو اتصالاتش رو از هم جدا کرده. قسمت بالا به طوریه که اتصالاتش به صورت افقیه و اگه ما یک جریان رو از این قسمت بیاریم در تمام این نقاط جریان رو داریم و در پایین هم به همین صورته. در قسمت وسط اتصالات به صورت عمودی هست و ما اگه یک سیمی رو اینجا داشته باشیم در تمام این قسمت ما جریان رو داریم. و حالا اگه جلوتر بریم در مدار میبینیم که ما آیسی ها رو دقیقا تو این قسمت قرار میدیم، یعنی بین این نوار سفید رنگ جدا کننده. یه تصویر دیگه من آماده کردم که دقیقا گویای حرف من هست. خب این تصویری که میبینید 2 تا بردبردن که کنار همدیگه قرار گرفتن. حالا این موضوع مهم نیست، من بیشتر میخوام اتصالات داخلی بردبرد رو بهتون نشون بدم که قسمت‌های بالایی و پایینی به صورت افقی به هم متصلن و قسمت‌های وسط به صورت عمودی. آیسی که در تصویر می‌بینید نوعی از آیسی ها هستند که در مدار منطقه ما ازشون استفاده می‌کنیم. این آیسی ها یک فرورفتگی در سمت چپ و یک فرورفتگی دایره مانند در روی خودشون دارن. دو تا قواعده که ما این فرورفتگی رو در سمت چپ مدار و روی بردبرد قرار بدیم. این آیسی که در تصویر می‌بینید در واقع نوعی کلی از آیسیه که ما باهاش سر و کار داریم. این آیسی 14 تا پایه داره که 7 تا پایه در یک سمت و 7 تا پایه در سمت دیگه. هر آیسی یک فلوشیت مربوط به خودش رو داره که ما طبق اون مدار رو پیاده سازی کنیم و یک شماره. مثلا آیسی 7404 آیسی نات ما هست که باش کلاک پیاده سازی میکنیم. همونطور که در تصویر میبینید این نوع دیگر از آیسی هاست که ما در آزمایشگاه باهاش سر و کار داریم و اون رو میبینیم. حالا میخوام یک تصویر از فلوشیت یک آیسی بهتون نشون بدم که بیشتر با آیسی آشنا بشید. فلوشیتی که در تصویر میبینید آیسی 7404 که خب معمولا اگه آیسی ما 14 تا پایه داشته باشه یک پایه VCC یک پایه گران داره که گران همونطور که گفتم پایه منفی مونه، یعنی به منفی منبع تغذیه‌مون وصل میشه. پایه VCC پایه مثبته که به مثبت منبع تغذیه‌مون وصل میشه. همونطور که میبینید فرو رفتگی دایره مانندمون سمت چپه و طبق فلوشیتمون ما یه سری ورودی‌ها داریم که در اینجا ورودیامون پایه‌های فردمون هستن 1 3 5 و خروجیامون پایه‌های زوجمون هستن. این قاعده خاصی نداره، من در اینجا دارم اینو مثال میزنم. این پایه این آیسی داتمونه که 14 تا پایه داره و ما توی آزمایشگاه ازش خیلی استفاده میکنیم. آیسی بسیار کاربردیه. یکی از کاربرداش اینه که ما باش پیاده سازی میکنیم. حالا بریم سراغ ساده ترین بخش یه مدار الکترونیکی یعنی LED. LED که معرف حضور همه هست 2 تا پایه داره: یه پایه بلندتر که به قسمت مثبت منبع تغذیه‌مون به اصطلاح VCC وصل میشه و یه پایه کوتاه‌تر که به قسمت منفی منبع تغذیه‌مون به اصطلاح گران وصل میشه. ما LED رو بعضی اوقات توی مدارمون قرار میدیم ببینیم مدارمون درست داره کار میکنه یا نه، روشن میشه یا بعضی اوقات روشن خاموش میشه توی کلاک‌ها. و اینکه ما برای تست مدارمون بیشتر اوقات ازش توی مدار منطقه مخصوصا استفاده میکنیم، ولی خب ممکنه بعضی اوقات مدارمون درست باشه ولی خب این LED مون روشن نشه و کار نکنه. ما میتونیم یه تست خیلی کوچیک و ساده ازش بگیریم، اینکه ما بیایم منبع تغذیه‌مون رو روی 2 ولت قرار بدیم و قسمت مثبت منبع تغذیه‌مون رو به پایه بزرگتر و قسمت منفیش رو به پایه کوچکتر
متصل کنیم و اگه LED مون روشن شد یعنی خب مشکل از LED ما نیست و قطعا مدارمون یه جا مشکل داره، حالا یا مشکل از آیسیامون یا اتصالاتمون اشتباهه که بخوایم ما بیایم اولین قسمت مدارمون رو دستکاری کنیم باعث میشه که شاید مدارمون درست باشه اشتباهش کنیم و اینکه خطا داشته باشیم. راحت ترین کار اینه که ما بیایم از LED ها تست بگیریم. اینم یه عکس دیگه از LED که همینطور گفتم پایه بلندتر پایه مثبت و پایه کوتاه‌تر پایه منفیه، یعنی باید به منفی متصل بشه و خب بزرگترین نکته‌ای که ما داخل LED ها باید بهش توجه کنیم که اگه خب اشتباه بشه قطعا LED اون میسوزه و اینکه باید از یه LED دیگه استفاده کنیم. تصویری که در اینجا مشاهده می‌کنید یک دیوده. دیود در واقع یک قطعه الکترونیکیه که جریان الکتریکی رو در یک جهت از خودش عبور می‌ده. در اون جهتی که دیود جریان الکتریکی از خودش عبور میده مقاومتش بسیار ناچیزه، ولی اگر در خلاف اون جهت باشه مقاومتش بسیار بالاه و تقریبا جریانی رو از خودش عبور نمیده. دیود دو سمت داره، یک سمت آنود و یک سمت کاتود. در آزمایشگاه دیودی که ما باهاش سر و کار داریم این دیوده، ولی در قسمت طراحی شماتیک ما اینطور دیود رو میکشیم. این نوار سفید رنگی که در یک سمتش هست نشون دهنده قسمت کاتود یا منفی و قسمت دیگریش قسمت آنود و یا مثبت. در واقع دیودی که ما در آزمایشگاه میبینیم این دیودا هستن. تصویری که مشاهده می‌کنید تصویر مقاومت‌های مختلف. رنگ‌هایی که روی اونها هستن نشون دهنده اوم اونها هستن. در واقع ما اصلا به چی میگیم مقاومت؟ به هر عنصری که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشون بده میگیم مقاومت. مقاومت رو معمولا با آر نشون میدن و حالا با اوم هم اندازه‌گیری میکنن. اینها هر کدوم یک مقاومت از خودشون دارن، مقاومت 20 اومی، 10 اومی، 200 اومی که معمولا ما در مدار ازشون استفاده میکنیم. معمولا به ما گفته میشه که از چه نوع مقاومتی باید در مدار استفاده کرد، ولی به طور مفصل توی آز فیزیک خوندن این نوع مقاومت ها رو و اینکه هر کدوم از این نوارها و رنگی که دارن دقیقا چه مقاومتی و چه عددی رو به ما نشون میدن رو در یک ویدیو جدا براتون ضبط میکنم و میبینید. در واقع میخواستم در این قسمت یه دید کلی از مقاومت ها داشته باشیم. معمولا هم به ما گفته میشه که در کجا باید مقاومت قرار بدیم مگر اینکه از ما طراحی بخواد و خب با هم دیگه در آزمایش های بعدی میبینیم که باید این مقاومت ها رو دقیقا در کجا قرار بدیم و چطوری ازشون استفاده کنیم. مسئله که مشاهده میکنید مربوط به سم سگمنت. سم سگمنت که در مدارهای الکترونیکی ازش استفاده میکنیم مانند آیسیا در دو سمت نوار سفید رنگی که جدا کننده در بردمون هست قرار میگیره. قسمت بالاییش که یه قسمت یه دایره سفید رنگی نشون دهنده قسمت پایینی سم سگمنتمون و این قسمت هم قسمت بالای سم سگمنتمونه. در واقع 7 LED کوچیک ازش استفاده شده، 10 تا پایه داره. پایه های وسط از بالا و پایین پایه های کام نامگذاری شدن که این پایه ها به گران یعنی قسمت منفی ولتمترمون متصل میشن و اینکه ما دو نوع سم سگمنت داریم، سم سگمنت های کاتود مشترک و سم سگمنت های آنود. حالا ما چطوری تشخیص بدیم که این سم سگمنتی که دست ما هست آنوده و یک کاتود؟ اصلا این آنود و کاتود بودن یعنی چی؟ اصلا چی به درد ما میخوره؟ همونطور که مشخصه توی نوع کاتود مشترک کاتود دیوتا به یکدیگر متصل میشن، توی آنود مشترک آنود اونها به هم دیگه متصل میشن. وقتی که من میخوام تشخیص بدم آنود مشترکه و یک کاتود مشترک پایه کامم به گران متصل میکنن و یک مقاومت میگیرن و این مقاومت به هر کدوم از این پایه ها به جز کام متصل میکنن و یک سر دیگرش رو به VCC میزنن. روشن شدن و اگر روشن نشدن یکی از این LED ها مشخص کننده آنود مشترک و یک کاتود مشترک اون هست. اگه روشن بشه کاتود مشترکه، پس من میرم از آیسی 7448 استفاده میکنم و اگه آنود مشترکه میرم از آیسی 7447 استفاده میکنم. این موضوع خیلی مهمه که من بتونم تشخیص بدم
این سه سگمنتی که دست من هست کاتود مشترکه و یه آنود مشترک. ممکنه تو آزمایشگاهتون بهتون جدا بدن ولی ممکنه با همدیگه قاطی باشه و شما اینکه باید تشخیص بدید این کاتوده و یا آنوده. با یه تست ساده من تشخیص میدم که یک کاتود مشترکه و یک آنود مشترک. پایه کام به گران و یک مقاومت یک سرش به یکی از پایه‌های سه سگمنت ها و سر دیگرش به VCC. روشن نشدن و یا روشن شدن اون مشخص کننده اینه که کاتوده و یا آنود. و این هم یه تصویر کلی از سه سگمنتمون و هر کدوم از پایه‌هاش نشون دهنده کدوم یکی از اون LED هست. پایه‌های کامی که ازشون حرف زدم یکی از اونها به گران متصل میشن همیشه و پایه‌های دیگه اونها. خب ما در اینجا تصویر یک ترانزیستور رو میبینیم. ترانزیستوری که در تصویر میبینیم یک ترانزیستور NPN هست که ما در مدار منطقی هم دیدیم که این از روی شکل شماتیک بهمون دادن و از سمت پیکان تشخیص میدیم که این یه ترانزیستور NPN. همونطور که در تصویر میبینید این زائده کوچکی که در این سمت وجود داره نشون دهنده پایه امیتر ما. حالا دو پایه بیس و کلکتور که در مقابل اونها ممکنه که ما در آزمایشگاه به اشتباه متوجه بشیم که کدوم یک از اونها بیس و کدوم یک از اونها کلکتوره. در اینجا یک تست ساده انجام میدیم. ما پایه گراند منبع تغذیه‌مون رو به امیتر و پایه VCC مون رو به بیس متصل میکنیم و از طریق ولتمترمون میایم اختلاف پتانسیل بین پایه بیس امیتر و بیس کلکتور رو اندازه‌گیری میکنیم. مقدار مقاومتی که بین بیس امیتر هست از بیس کلکتور بیشتره و با همین تست ساده مشخص میشه کدوم بیسه و کدوم کلکتور. این هم یه تصویر دیگه از ترانزیستورها که اینجا براتون آوردم و خیلی هم واضحه که ما در آزمایشگاه اینا از ترانزیستورها رو زیاد باش برخورد میکنیم.